خب بچه اومدیم با ویدیوی رتبه بندی بازی ها. خلاصه خیلی بازی توی لیست سعی میکنم که برای هر کدوم یه توضیح هم بدم. خب بخشید اگه توی گوشی دارم رتبه بندی میکنم چون که دیگه کامپیوتر و لپتاپ و اینا ندارم، مجبورم توی گوشی رتبه بندی کنم. خب اولین بازی گرانی، حالا گرانی 1، 2، ولی این عکس گرانی 3. واقعا گرانی بازی خوبه، یعنی سرگرم کننده، یعنی دیگه 2-3 بار که بازی کنی دیگه میگیری بازیو. کلاچ افتضاح، نمیدونم چرا، چون که مثلا بازی میکردم خیلی حال نمیداد، مثلا هنگ میکنه، خودتون میدونین دیگه، هیچکی کلاچ رو انتخاب نمیکنه. آمیرزا بازی بسیار عالی، درسته که به درد سنین 8 تا مثلا 15-16 نمیخوره، چون دیگه مثلا تا مرحله 100 میری دیگه اصلا بقیهش کلمات قدیمی و اینا بیشتر برای کسایی که پیرن و مثلا 50-60 سالشونه، به درد اونا میخوره. امانگاس عالی، واقعا بازی خیلی خوبیه که میتونی خیلی ها رو گول بزنی و راحت بزنی دیگه، یا ایمپاستر رو پیدا کنی یا بقیه رو بکش. کلش آف کلنز خدا داره هی به تانهالاش اضافه میشه، الان تا تانهال 18. خودم به شخص بازی میکنم تانهال 16 هم هستم، قصد ادعا هم نباشه. بازی واقعا خوبیه، استراتژی آدم اصلا معتادش میشه. ماینکرافت عالی، قبلا خیلی بهتر بود، الان دیگه خیلی چیزای مسخره بهش اضافه شده، مثلا زره های مسی و اینا. حالا درسته بعد خیلی چیزا بهش اضافه بشه، ولی حالا جدیدن که چیزایی بهش اضافه شده خیلی خوب نیست. ماینکرافت جاوا خوبه، ولی ماینکرافت بدراک یکم واقعا بازی رو سخته. حالا ما عالی رتبه 1 میذاریم که دقیقه کجا رفت ماینکرافت، میذاریمش توی عالیه، نه باید بیاریم اینا رو اینجا. خب میذاریمش توی عالی رتبه 1. حالا 8 بال پول خوبه، بازی خوبیه، واقعا سرگرم کننده، مثلا مثل اون فوتبال مهره‌ای میمونه، حالا اسمش نمیدونم چیه، خوبه. خلاصه بازی خوبیه. انیمال راش بد نیست، دونی چرا میگم بد نیست؟ چون که چجوری بهتون بگم، خیلی اصلا لقب جی تی ای ایرانی نمیشه. آخه خیلی ها رو دیدم مثلا توی آپارات داشتم آموزش یه چیزی میدیدم، مثلا نوشته بود فلان، توی یوتیوب هم همینطور. خلاصه من انسان نیستم، خدا یعنی 1000 نوع پایان داره، یعنی من اینو هم تو یوتیوب هم تو آپارات دیدم، حتی تو آپارات هم نگاه کردم، چون که خیلی بازی خوبیه، خیلی پایان داره. کندی کراش خدا اولین بازی 3 ردیف باید مثل هم پیدا کنی. این تپرانی عالی، واقعا من بچه بودم اینو خیلی بازی میکردم. پوکه یک بازی کپی شده است براول استارز متوسط، خود براول استارز این هم خودش متوسط. میدونی چرا میذارم این دوتا رو تو متوسط؟ چون دیگه بعد یه مدت خیلی دیگه حوصله‌ات سر میره. اینو فکر کنم جی تی ای سان آندریاس ایرانی.
بد نیست، نه خوبه نه متوسطه، خیلی چیز عجیب غریبی نیست، فقط دوبله فارسی شده و کاراکترش فرق کرده. تمپران افتضاح. میدونین چرا؟ چون که از بازی سابوی سرفس دقیقاً کپی شده. یعنی خدای بازی های اینطوری مثل تمپران سابوی سرفس تموم شده رفت. حالا افتضاح نه بد نیست. استامل گایز خوبه، آخه من دیدم. حالا خیلی آدم حوصله‌اش سر نمیره. چرا میدونی خوب میدم؟ چون میشه مپ مورد علاقه خودتو بسازی و این واقعا خوبه. فری فایر، حالا درسته که کال آف چی میکنیم، بازی میکنیم، ولی دیگه حالا دیگه خیلی هم بزرگش نکنیم. فری فایر حالا اونقدر هم بدی نیست، به درد بچه ها میخوره. پابجی خوب، درسته با پابجی هم دشمنی داریم، ولی حالا دیگه بد نیست. ولی اینکه با شورت و قابلمه میای وسط جنگ، این شکم واقعا مسخره. فورتنایت اگه بشه اینجا بذارید، اگه جا داشته باشه واقعا عالی. جا نداره نه؟ چرا؟ فورتنایت واقعا عالیه. من بلد نیستم بازی کنم چون که باید واقعا خیلی سخته، باید بیلد کنی، بری بالا فلان کنی که گوشی حجمش خیلی زیاده و نمیشه رو گوشی بازی کرد. خب بازی پسر خوانده خدا نه، ولی عالی، واقعا حقشه. رتبه بالاترین بازی ایرانی واقعا، که توی حتی استیم هم واقعا بازی خوبیه. خیلی از یوتیوبرها اینا بازی میکنن، کلا کامیونیتی کانالشون همینه. واقعا بازی خوبیه، بازی ایرانی خوبیه. جز این که 2 کاراکتر یاور و عمه کتی اضافه کرده واقعا خوبه. مثلا اون باباجانی که اضافه کرده واقعا خیلی خوبه، میتونی تفنگش رو ارتقا بدی. حالا نمیدونم شما بازی میکنین یا نه. سابوی سرفس عالی، همونجور که خودم بهتون گفتم خدا عالی، که چه عرض کنم. خدا اولین بازی اصلا منتخب این بازی های اینو بازی های آره. روبلاکس عالی، واقعا روبلاکس عالیه. بازیه که یک عالمه سرور و اینا داره که واقعا من خودم دزدی برینات ها رو بازی میکنم توش. آره خلاصه خوبه. کال آف دیوتی اصلا دربارش حرف نمیزنم. مگه لازمی که آدم حرف بزنه؟ تابلو دیگه. خداه GTA V، چون که ما بعدش GTA 6 رو داریم، مجبورم بهش، نه واقعا حقشه که بهش خدا رو بدم، چون که هنوز GTA 6 نیومده. ولی به نظر که چه عرض کنم، حتما از GTA 5 خیلی بهتره، چون که میگن میتونی بری توی خونه هاشو هر کاری دلت بخواد بکنی، توی همه خونه ها میشه رفت. خب حالا نوبت خودشه که خدا. خب بچه ها رتبه بندی کردیم و رتبه همون شد خداها، کلش آف کلنز، من انسان نیستم، سابوی سرفس، کندی کراش، کال آف دیوتی، GTA V و GTA 6 عالیا. ماینکرافت، امانگاس، آمیرزا، این تپرانی، فورتنایت، پسرخوانده و روبلاکس. خوب ها
گرانی، 8 بال پول، استامبل گایز و پابجی. متوسطا پوکه، براول استارز، فری فایر و GTA سان آندریاس ایرانی. بد نیست انیمال راش، تمپران، افتضاح، کلاچ. خب بچه ها لطفا اگه ویدیو رو میبینین نه تو کامنت ها هیت بدین، چون دیگه نظر شخصی خودمه، هر کی نظر خودشو داره. خب تا ویدیو بعدی، بدرود.